هلو دوستای قشنگم، وقتتون بخیر. یه مسئله مهمی رو میخوام بهتون اعلام کنم. توی این صفحه خیلی وقت بود ویدیو نذاشته بودم، حالا اینجا یه ویدیو داریم. دوستان ببینید یه چیز خیلی مهمی که همتون بارها شاید میتونم بگم همتون 100,000 بار تا حالا این داستانو و این تصویر رو دیدین، ولی هیچ وقت بهش توجه نکردین. شارژ گوشیم داره تموم میشه، بذارم شارژ الان خاموش نشه وسط ویدیو. ببین 100,000 بار شما اینو دیدین اما بهش توجه نکردین. الان من میخوام توجه شما رو بهش جلب کنم. اگه ویدئوی منو دیدید و توجهتون جلب شد و متوجه شدید که دارم راست میگم، خواهش میکنم ویدئوی ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید صفحه‌مون و یه کامنت هم بذارید نظرتون ویدیو. خب دوستان ببینید این دو تا دونه ای که وسط سیب رو میبینید، این دو تا دونه، خب این سیب از اینجا به بوته وصل میشه، مثلا این سیب های دیگه. این ببین این سیب حالا باید بشوری، یا منظور که این سیب از اینجا به بوته وصل میشه، به بوته درخت وصل میشه و مثل این سیب از اینجا به بوته وصل میشه و عرضم به حضورتون به بوته که وصل بشه دقیقا میاد به این وسط. از اینجا یه حصاری دور خود این، بعد اینجا یه چند تا شبکه ایجاد میشه. وسط این شبکه ها این دونه ها شروع میکنن به تولید شدن و از زیرم که ته گلش دیده میشه. این دونه ها چی کار میکنن که از این بالا که این بوته میاد، خب حالا بذار من این دقیق‌تر ببرم. ببینید دوستان از اینجا مثلا دو بود چوبه میاد وصل میشه به این ته، اینجا میشه دونه، این ورم میشه این، ولی دور اینو سیب در میاد که ما اینو میخوریم و خیلی هم ویتامین داره. و این سیب خودش یه تئوری بسیار بزرگی پشتش هست. این دونه ها اکسیژنن، اون دونه ها چون اکسیژن تولید میکنن و این سیب خواصش خودشو داره، سیب دیگه وقتی این سیبه یعنی یه چیزی هست، این یه جسمیه و اون سیب ها اون دونه ها اکسیژن تولید میکنن. این چندین تا دونه است که دورش یه حصار خاص دیگه است. وقتی اکسیژن تولید میکنن اون اکسیژن ها باعث میشه که این سیبه به وجود بیاد. این دونه ها اکسیژنن که باعث میشن این سیب به وجود بیاد. میدونستید اینو دوستان؟ این یه مسئله خیلی مهمی ها. ببین اون دونه ها رو هم شما اگه بخورید اکسیژن بدنتون میاد بالا. اون دونه ها خودشون بد بجوید بخورید، کلی اکسیژنه و این خیلی چیز جالبیه. ببین